چه تفاوتی بین صابون و پن وجود داره؟ اگه تفاوتشو میخوای بدونی پس با من همراه باش. صابون ها خاصیت شویندگی دارن و با عطر و رایحه‌های خاص طراحی میشن. پن ها علاوه بر این خصوصیاتی که دارن به خاطر اینکه مناسب با pH پوست طراحی میشن و در اونها ترکیب مواد و روغن‌های خاص وجود داره، جنبه درمانی هم دارن. یعنی وقتی که ما برای درمان لک، جوش، التهاب، اگزما، پسوریازیس نیاز به یک شوینده‌ای داشته باشیم که جنبه درمانی داشته باشه، از پن ها کمک میگیریم. جامعه کنونی و زندگی‌های شهری انواع بیماری‌ها و حساسیت‌های پوستی روز به روز بیشتر میشن که نیاز ما رو به استفاده از پن‌ها بیشتر کرده و همین باعث شده که شرکت‌های تولید کننده بیان در قالب‌های بسیار متنوع و زیبا پن‌هایی رو تولید بکنن که به کمک ما بیاد. یه تجربه استفاده از پن رو داری؟ برام کامنت کن.